یه کیف پرکاربرد و نوستالژیک خیلی خوشگله که به عنوان کیف آرایش یا نظم دهنده وسیله‌های کوچیک میشه ازش استفاده کرد. من یاد کیفایی میندازه که از گنجه مام بزرگ پیدا میکردیم و همیشه بوی لوازم آرایش یا خاطرهای دور میداد. این کیفیت زیپ و دوختش نشون دهنده کیفیت کار هستش. خیلی تمیز و با کیفیت دوخته شده، قابل شستشوه و به خاطر رنگی که داره کثیفی رو هم خیلی دیر نشون میده. حالا من اینو کاغذش رو در میارم. آستره توش به این صورته، این جنسو داره که قابل شستشوه و توش هم وسیله‌های زیادی جا میشه. حالا من یه دونش رو توش وسیله چیدم که بهتون نشون بدم که چقدر جا داره. یه دونه اسپانچ آرایشی گذاشتم، رژگونه، حتی مداد لب توش جا میشه و رژ لبای مختلف، حتی عطر، ریمل خیلی بزرگ و اینم یه محصول دیگه. به نظر من برای هدیه دادنم یه انتخاب خیلی خوب میتونه باشه.